سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. به یه ویدیو دیگه خوش اومدید. امروز با هم میخوایم یکی از جدیدترین کانفیگایی که ما میتونیم توی پنل صنایع و پنل علیرضا ایجاد کنیم رو با هم بررسی کنیم. خب طبق آخرین اخباری که حالا توی کانال های چینی یا همون سازندگان ویتوری منتشر کردن، این قابلیت حالا بر پایه HTTP آپگرید ایجاد شده. یعنی شما زمانی که میایین ترانسمیشن رو روی حالا TCP میذاشتی یا روی وب سوکت میذاشتی، این بار میتونید روی HTTP آپگرید بذارید، ولی با یکم یعنی یه روش خاص‌تر، متفاوت‌تر. خب اینم اون کانال های چینیه که ویدیوهای زیادی رو قرار دادن. حالا دوست داشتید بیاید اینا رو هم دنبال کنید، ولی هیچی متوجه نمیشه. یعنی خودمون ویدیو رو چندین بار میبینیم تا میتونیم یه چیزی از دل اون بکشیم بیرون. حالا این آخرین ویدیو رو 10 روز پیش گذاشته، یه کانال دیگه بود که اینجا نه این نبود دیگه تو همین لیستم بود دیگه، حالا نمیخوام واردش بشم. این یکی از اون کانال هاست و خودتونم با یه سرچ میتونید توی منابع خارجی راحت اونو پیدا کنید. خب خوشحال میشم قبل از هر چیزی ویدیو رو لایک کنید، نظرتون بنویسید تا اگر عزیزی خواست یا به مشکل خورد بیاد و از روی کامنت ها بتونه مشکلش رو حل کنه. خب عزیزان، شما باید یه دونه سرور داشته باشید و واسه اون سرورتون یه دونه سرتیفیکیت واسه اون دامنتون بگیرید. یعنی آی پی رو باید بندازید پشت کلودفلر. همونطور که من آی پی آلمان دارم، اونو انداختم پشت یه دامنه تست و واسهش سرتیفیکیت گرفتم. ببینید اینجا کانکشن سیکور داده و با پورت 2053 اینجا پنل واسه من بالا اومده. همونطور ببینید دیگه خطای SSL بهم نمیده. خب اگرم بلد نیستید چطوری این سرتیفیکیت رو بگیرید، من اون متنایی که یا همون دستوری که باید شما واسه گرفتن SSL استفاده کنید و داخل کانال تلگرام قرار میدم. یا خود پنل صنایعی هم یه بخشی داره که واسه شما SSL میگیره، خیلی راحت میتونید از اون استفاده کنید. همونطور هم که ببینید الان ببینید اینجا SSL فعاله. خب حالا بریم سراغ کانفیگ. خب قبل از هر چیزی ویدیو رو لایک کنید دیگه، حالا بهتر کنید، یه لایک و لاغت بزنید. خب بریم سراغ کانفیگ. من میام ادین بانز میزنم اینجا بخش ریمارک، یه اسم بهش میدم، مثلا بهش میگم یوزر وان. پروتکل ارتباطی ویمس پورت، بچه‌ها ترجیحاً از پورت های HTTPS استفاده کنید. میگم 2083 یا 443 یا پورت های HTTPS دیگه مشخصه. خب بچه کلاینت اینو من پاک میکنم، اسمش همین باشه چون نمیخوام سابسکریپشن بزنم. خب بخش ترانسمیشن اینجا بچه شما بیاید HTTP آپگرید رو بزنید. اینجا شما باید حتما از آخرین نسخه استفاده کنید تا این واسه شما نمایش داده بشه. خب بهتره که شما بخش پس یا همون بخش امنیتیش یه چیزی بزنید. ببینید بخش پس اگه من بخوام تو پنل اشاره کنم، الان شما اینجا ببینید بعد 2083 دیگه هیچ کلمه پسی وجود نداره. یعنی شما اگه بیاین اینجا بزنید مثلا تاپ URL پس، خب بعد 2053 این تاپ قرار میگیره، خب خودکار میاد اینجا میشینه. این هم از جهاتی اون امنیت پنل شما و هم امنیت کانفیگ شما رو میبره بالا. خب دوباره من اینجا میگم یوزر وان، اینجا پورت HTTPS، بعدش بخش کلاینت من خالی میذارم، ترانسمیشن برو روی HTTP آپگرید، بخش پس اینجا من دوباره میگم تاپ، میگم با همین باشه. بعد شما حالا چون دارید از SSL استفاده میکنید روی TLS کلیک کنید. بخش ریکوست هدر لازم نیست، یعنی لازم نیست شما بزنید اسنپ یا دامن ایران، احتیاج نداره. خب اینجا بخش SNI شما باید همین آدرس رو وارد کنید بدون HTTPS تاپ. خب بخش
این سایبر سایتس رو آره دیگه درست خونده باشم رو حالت همون آیتو بذارید، هیچی لازم نیست. اون ماکسیموم و مینیموم ورژن هم به صورت پیش‌فرض روی خودش باشه. حالا UTLS شما میتونید بیاد روی فایرفاکس یا کروم بذارید، نذاشتین هم هیچ مشکلی نداره. خب بخشی که اینجا باید حتما اضافه کنید اون مسیر سرتیفیکیت رو بدید. شما اینو که بزنید خودکار میاد اون رو واسه شما میگیره. من روی کرییت میزنم، این واسه ما ایجاد میشه. ببینید الان پروتکل ارتباطی من VMS HTTP آپگرید شد. خب اینو من کپی میکنم، چون این نسخه ویتوره سیستم من حالا آخرین نسخه نیست، من میام داخل اندروید تست میکنم. بچه شما شبیه ساز اندروید که بزنید زیاده. خب بزنید شبیه ساز اندروید، من اینو نصب کردم. خب اینجا حالا این کانفیگ هم تست این سیاوش مهم نیست، اینو من کپی میام اینجا وارد میکنم. خب ببینید اینجا حتما اون شبکه باید HTTP آپگرید انتخاب شده باشه. خب اینو من میزنم تست، ببینید داره قشنگ بهم کار میده 717. حالا معمولا سرعت سیستم نتای خونه پایین تره، خب رنج 1 مگ نهایت 2 مگ، از این بهتر به شما نمیده. شما اگه اینو روی گوشی یا روی خطای دیگه تست کنید خیلی بهتر. من خودم که حالا یه تستی که زدم روی همراه اول و ایرانسل اوکی بود. حالا میگم بسته به اون آی پی و اون سروری که دارید خیلی به اون تاثیر داره که مثلا اون آی پی تو مثلا رنج خوب باشه یا رنج بد باشه، خیلی تاثیر داره. خب این الان داره کار میده. من اگه بخوام اینجا مثلا برم تو یوتیوبم، اصلا باز کرد دیگه خودش. خب برو تو یوتیوب، اینجا استگنت، ببینید قشنگ باز کرد، میبینید که اوکی قشنگ داره باز میکنه. الان من آخرین ویدیویی که گذاشتم واسهتون پلی کنم، خب پلی شد، دیدین؟ خیلی باحال. خب برگشتیم با یه ویدیوی دیگه. خب اینم از این اوکی. حالا شما اینو ایجاد کنید، تست بزنید و نتیجه رو اعلام کنید که ببینید به چه شکل بود. دیگه اینجا هم که بلدید دیگه، بیایید اد کلاینت بزنید. خب یا مثلا اگه میخواید یه تعداد بالا مثلا رندوم بزنید، حالا اینجا میتونید تعریف کنید که رندوم اسم باشه، اسم به همراه عدد باشه یا هر چی که دوست دارید باشه. خب مثلا پریفیکس یک چیزی وارد میکنید اون اضافه میکنید، یا مثلا هم رندوم رو بزنید میگه تعداد کلاینت ها مثلا میگم 10 تا باشه. اینجا میتونید تک کاربری یا تعداد حجم بزنید، میگم فقط اضافه کن. بعدش اینجا واسه شما لیست میشه دیگه، همه رو میتونید روی این پورت 2083 بدید به کاربرات. اینجا هم بعد شما میتونید بیاید اسم تغییر بدید، مثلا بزنید هر چی دوست داشتید دیگه، بزنید سعید، بعدش بدید به مشتری، مثلا این میشه سعید، این میشه مثلا میتی، هر چی که دوست داشتید اینجا بذارید. خب عزیزان این ویدیو هم همینجا به اتمام میرسه. اینو تست کنید، خبرشو بهم بدید. من خودم حالا روی اون سرور دیگه که روی آی پی دیگه تست کردم، روی ایرانسل همراه اول اوکی بود، قشنگ کار داد. حالا دیگه جدید معرفی شده چون عملا همه هجوم میبرن سمتش، ولی هنوز تازه نفسه، بزنید حالشو ببرید. خب عزیزان خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو بنویسید، حمایت کنید عزیزان. ما یه خورده کمکار هستیم ولی قلبا دوست داریم هر آنچه که بلدیم، حالا در حد خیلی لول پایین هم هستش، دوست داریم همونو به عزیزان آموزش بدیم. خب من آیدی تلگرامم میذارم اینجا، سوالی حرف حدیثی بود بیایید بگید و خوشحال میشم نظراتتون رو بشنوم. تا یه ویدیو دیگه همه شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.